قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه های ما، باز در برنامه ترازوی عمل هستیم با موضوع های جدید، موضوعی که در زندگی و در مناسبت با مردم و یکایک ما و شما خیلی مفید است. امروز درباره تحمل شنیدن دیگران صحبت میکنیم. عزیزان، خیلی که میدانید با وسیع گشتن فضای مجازی، چه یوتیوب باشد، واتساپ باشد، نوشتی نظرها یا خود کامنت ها باشد، خیلی زیاد وقتی دو نفری برادر یا دو خواهر یا برادر و خواهر تاجیک صحبتشان رو گوش میکنید، وقتی نظرهای مخالف دارند و یا نظرها رو میخوانید زیر برنامه ها، چه برنامه های داخلی تاجیکستانی باشد چه خارجی، یا مخالفین یا موافقین، میبینیم که اینقدر یک دیالوگ ها یا گفتگوهای عجیبی هست در آنجا که نمیدانم با کدام کلمه آن را بگویم. اگر آن را نویشیم که فلانی این گفت، بعدن اینش این گفت، ثانی اینش این گفت، میبینید که چی چیزهای یک کتابی طنز میشود، یک مسخره بازی با مضحکه. و زیادی ها در گفتن خیلی مهارت دارند، در شنیدن طاقت ندارند که نظری مخالف را شنوند. و این چیز فقط در مسئله های سیاسی یا مسئله های شرعی و مجادله نه، حتی در عائله های زیادی هم هستند که در آنجا فقط سخن یک نفر است، سخن مادر یا پدر یا برادر بزرگ یا مادر بزرگ. و این چونین کارگرهای هم هستند که در بین کارگران فقط یک نفر میگوید، دیگران میشنوند، برای آنکه دیگری اگر صحبت کرد آن نفر نمیگذارد صحبتش را دوام دهد. و این چونین در مجالس، در مجلس ها و نشست ها هم میبینید، در تلویزیون دولتی و غیر دولتی، که اگر نظری مخالف مبادای به میان آمد، یک و یک بار اطرافیان میترکند گویا که ما شعار داریم. شعاری نیست بود شنیدن نظری مخالف. و خیلی کم هستند نفرانی که با صبرانه اون طرف مقابل چی میگوید میشنوند. اگر اون طرف که مدح و ستایش کرد، ما به گفت خودمان استخوان نداریم، خیلی تا 1 ساعت 2 ساعت مدح و ستایش طرف مقابل رو گوش میکنیم. اما طرف مقابل اگر به ما یگان سنگ بزد یا کلا خلافی نظر ما یا گفته های ما گپ زد، یکی میبینیم که ما دیگر خود را از دست میدهیم و حتی اجازه نمیدهیم سخنش را به پایان رساند. البته وقتی درباره شنیدن یا تحمل سخن دیگران میگویم، معنیش این نیست که هر یک احمق و دهانش هر چی می آید ما باید تحمل کنیم، ما باید بشنویم. نه، اینجا مخاطب از مخاطب فرق میکند، شنونده از شنونده هم فرق میکند، صحبت از صحبت هم فرق میکند. صحبتی که با پدر و مادر است یا با فرزند است یا با همسر است یا با مدیر است، البته با دوست است، اینها همش فرقیت خود را دارند. ولی زیادی چون صحبت ها الان در اینترنت ها و این چونین در نشست های عادی هم میبینیم که درباره مسائل زندگی، نظرهای گوناگون، حتی مسائل دینی باشد هم میبینید و تقریبا پیدا کرده نمی شود که دو نفر آرامانه در یک موضوعی که کلا خلاف همدیگر هستند بنشینند و صحبت کنند. این طرف نمیگذارد آن طرف کلامش را به آخر رساند یا آن طرف این طرف را نمیگذارد. برای همین باید این مسئله را ببینیم که قدرت یا تحمل شنیدن طرف مقابل رو نداشتن مایان رو به کجا میبرد. و اگر داشته باشیم چی؟ اگر داشته باشیم حتی در عائله، اگر پدر به فکر هر یک نفری خانواده گوش کند یا مادر به سخن هر یک کودک گوش کند، میبینید که تقریبا کودک دروغگو، کودک پنهانکار، فرزندی که پنهانی از پدر و مادر کارهای زیاد میکند پیدا نمیشود. برای آنکه آنها آزادانه فکر خود رو میگویند، پدر و مادر هم میشنوند. پس از شنیدن
حکم میکنن یا قضاوت میکنن. از اینکه ما تحمل شنیدن رو نداریم، هنوز نگفته بعضا فرزند رو قطع میکنیم، زیاد میشود که فرزند الکی ناامید است و این چنین بعضا حتی پدر و مادر ناامیدن، پدر و مادری که سن سالشان بالا. گاهی میشود که شوهر ناامید است یا زن ناامید است که این طرف دیگر من را گوش نمیکند. ولی مسئله های عائلوی بماند برای برنامه های آستانه. باید الان درباره شنیدن زیادی درباره نظر مخالف و یا رقیب با هم صحبت کنیم. چه خیلی که گفتم اگر به شریعت نگاه کنیم، در شریعت همیشه گوش کنه البته و حتی عقل هم این چیز رو هرگز قبول ندارد. شنونده ها از شنونده فرق میکنند و چه خیلی که گفتم مخاطبین ما. گاهی می شود که یک احمق از روبروی ما نفری هست که او نه میداند چی گفته ایستاده است یا اینکه میداند و قصدن برای اینکه ما رو به غضب بیاورد و فشار ما رو بالا کند این گپ رو گفته ایستاده است. آیا می شود که ما به هر یک این گونه نفران احمق یا نفران جاهلی که آنها برای این کارشون یا معاش میگیرند یا خود این گونه مثل عقرب آفریده شدند که همیشه باید نیش بزنند یا اینکه مقصدشون فقط ویران کردن صحبت های ما هست، ما باید با اینها برابر شویم، هرچی که او میگوید ما هم بگوییم یا اینکه به گفت خودمان او را قانع کنیم یا نه. پیش از همه عزیزان این را باید بدانیم که یگان نفر جاهل را قانع کرده نمی شود. جاهل همان احمق است، احمق همان جاهل است. امام شافعی میگویند بارها من با علما مناظره کردم، یعنی تبادل رای کرده، من میگفتم آنها میگفتم، مناظره های علمی یا مناقشه ها داشتیم. هر باره که با عالم در این یا آن موضوع صحبت کردم یا مناظره کردم من موفق شدم، اون طرف مغلوب شد. اما هر باره که با یک نفر جاهل من مناظره کردم من مغلوب شدم و آن جاهل غالب آمد. معنای سخنشان این است که هرگز نمی توانید شما یک نفر جاهل را قانع کنید یا اینکه او بگوید که من دیگر قبول کردم گفته شما را، شما حق هستید اگرچه حق باشید هم. برای همین خیلی حیف است اگر یک نفری کریم، یک نفری که صاحب احترام است، یک نفری که الکی مردم او را با حکمت میشناسند با یک جاهل ابله برابر شود، خود را لایق گفتن و رد و بدل کردن به یک نفری جاهل کند. در قرآن کریم اگر نگاه کنیم بارها در این باره آیت آمده است که الله میگوید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. تو همیشه عفو رو یعنی بخشیدن رو پیشه کن، زیادی ها رو ببخش و این چنین مردم رو به نکوکاری دعوت کن و اعرض عن الجاهلین. اما از جهلا، از نفرانی که آنها دیگر در حقیقت احمق هستند، هرگز فکر کرده نمیگویند یا آن چیزی که میگویند نمیفهمند، و آنها برابر نشو. اعرض عنهم، از آنها روی گردان، برابر آنها مجادله نکن. و مثل این آیت دیگری هم هست که در صفت عباد الرحمن الله میگوید و یا صفت مؤمنین الله میگوید و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. اگر سخنهای بیهوده پوچ و حقارت و دشنام و سخنهایی که اصلا منطق ندارد، معنا ندارد شنیدن، اعرضوا عنه، از آن روی میگردانند، همراه شده دوام نمیدهند هرگز. در دوامش و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، و اون اهل جهل میگویند ما در راه خود هستیم، ما مشغول کار خود هستیم، شما مشغول کار خود، همان دشنام و همان حقارت و همان بیهودگویی، همان کارهایی که خودتان شاید دانید هم که هیچ اساس ندارد. سلام علیکم. اما مؤمنین آنها نیستند که با دشنام میروند، برعکس میگویند سلامت باشید، بر شما عافیت میخواهیم، بگذار همیشه خوب باشید. اما ما وقتی آن را نداریم که برابر شما شویم. لا نبتغی الجاهلین، لا نبتغی الجاهلین، ما با جاهلان برابر شده نمیتوانیم، ما هرگز با جاهلان خود را لایق صحبت و مجادله نمیدانیم. یعنی پروردگار در اینجا میگوید مومن نفری هست که به هر یک کس خودش را برابر نمی کند. مومن نفری هست که او با نفرانی که
او برابر علم او هست، یا حتی اقل برابر علم نباشد هم در اخلاق، در گفت و شنید هم ردیف او هست، همراه او برابر می شود. اما اهل جهل که او دیگر حتی مکتب نخوانده است، یا اینکه حتی در حیاتش به دست کتاب نگرفته است، یا اینکه در اموری که شما صحبت میکنید اصلا از کوچه آن نگذشته است، وقتی اولین سخنش دشنام است، اولین سخنش طعنه و تحقیر است، الکی باید بگویم که سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، سلامت باشید، گفته شما این گفته شما هست، لیکن من برابر شما شده نمیتوانم. این گفتگو یا این گونه مناسبت با اهل جهل است. حتی عزیزان همین گونه قاعده قرآن را که و اعرض عن الجاهلین است، برابر جاهلان نشو، خود را به آنها برابر نکن. در زندگی عائلوی، در مناسبت با همسایه ها، در مناسبت با اطرافیان، در مناسبت با همکاران، هر کجا هم که باشد اگر ما تطبیق کنیم، بدانید که خیلی راحتی بار زندگی میکنیم، یعنی کاملا آرام، کاملا آسایشته. زنهای میگویند که خشتامنی من بد زبان است، این است و آن است و این است و جای خوانده است، کتاب میخواند، نماز میخواند، از دهانش چیزی دیگر میبرند، پس برابر او نشه و عارض عن الجاهلی. یا بعضیا میگن من بچونین عروس واخوردم، بعضی خشتامن ها، یا بعضی مثلا همکاری من چونین است، یا همسایه من همین است که دیگر دهانش را داشته نمیتواند. در این وقت چی کار میکنی؟ برابر او میشی، تو هم از جمله آنها میشی. نه، سلام علیکم و لا نبتغی جاهلین. و اینجا بعضیا میگن پس ما به آنها اجازه بدهیم، به آنها اجازه بدهیم و بگوییم که تمام سلامت باشید، شما در کار خودتون، ما در کار خودمون، آنها دیگر شیر میشوند، آنها دیگر گمان میکنند که حق هستند. نه، این معنایش این نیست که او حق است، این معنایش این است که من خود را برابر تو نمیدانم، من صحبت کردن امثال تو را هرگز برای خود لایق نمیدانم و من نمیخواهم مثل تو شوم، من برابر تو نمیشوم. برای همین اینجا نه من او را قانع میکنم، نه و این خیلی ها باید ما اجازه ندهیم، اگر گفت ما هم بگوییم، با این ما خودمون هم به این درجه میفراییم. این مسئله صحبت با اهل جهل بود که قاعده اساسی در ما و اعرض عن الجاهلین است، که این قاعده در اسلام و در تمام ادیان، در تمام هر یک نفری که عالمی مثلا سخنوری هست یا اینکه در باره دیالوگ ها صحبت میکند گوش میکنید، اولین چیزی که میگوید تو باید بدانی که با کی صحبت کرده ایستاده ای. زینهار که خود رو به هر یک نفر برابر نکن، کبوتر با کبوتر، باز با باز نمی شود که هر یک جاهل با تو مناظره بکند و تو هم وقتی قیمت خود را با او صرف کنی، در حالی که چگونه که امام شافعی میگویند هرگز آنها را قانع کرده نمی شود. یعنی هرگز اهل جهل به شما نمیگویند که من تسلیم شدم، تشکر از شما، من فهمیدم، یا حدی اقل نمیگویند که من هرچی باشد هم فکر شما را احترام میکنم. نه، هنوز هم گپی من است و حتی تا دشنام، و وقتی که قوت زبان و عقل نمیرسد، با زدن و با قوه بازو و با قوه جسمانی دیگر میخواهند شما را غالب کنند، که هرگز این به اهل علم و هر نفری که صاحب عقل و اراده است این کار زیبنده نیست و نباید خود را به این درجه پایان فراریم. و دویم نمود یا دویم قسم مخاطبین ما البته نفرانی هستند که اهل جهل نیستند، چیزی که گفته ایستادن، فهمیده گفته ایستادن و برای نظری خود دلیل هم دارند و تا اندازه در این مسئله جدی هستند که آنها می توانند با شما مناظره کنند. انا در این مسئله می بینیم که خیلی زیادی ها هستند میگویند نه، در همین جا بیستا، من سخن را دوام میدم، یعنی مقاطعه میکنیم اونی که با ما صحبت دارد، یا زیادی می شود که اون نفر هنوز فکرش رو کاملا بیان نکرده، نه من میدونم الان تو چی میگویی، دیگر تمامش کن، من سخن میکنم. و انا همین گونه صحبت ها در ما خیلی زیاد است و عجیبش این است که بعضی برنامه های اتجاه معاکس میگن یا دو طرفی با هم مخالف رو گوش میکنید، چی در عرب باشد، چی در انگلیس باشد، چی در روس ها باشد، که من زیادی دو سیاستمدار، یکی از روسیه یکی از اوکراین رو پیشتر بعضا گوش میکردم، میبینید که کاملا همدیگر رو گوش میکنن، درک میکنن چی گفته ایستاده، بعد از این صحبت میکنن و وقتی معین هم دارن.
و در ما حتی در داخل تاجیکستان نگاه کنیم، اگر تقریبا شنیده نمی شود که دو رای مخالف یکدیگر رو گوش کنند و صحبت کنند. ماشاءالله همیشه یا موافق هستیم ما، یعنی این گونه هم یک جامعه می شده است که همه اتفاق رای هستند، یعنی کسی نظر مخالف ندارد. این رو چی گفته می شود؟ یعنی پروردگار انسانیت را چنین آفریده است که گوناگون شکل و گوناگون اندیش هستند، البته زیر پرچم شریعت الله باید باشند، اما عموما فکرهای گوناگون دارند. صحابه ها فکر گوناگون داشتند. بعد از این هم همیشه وزیر فکر دیگر می دارد، یا پادشاه یا شاگرد و استاد فکرهای گوناگونی هست در همه جا. اما در ما زیادی یا همه اتفاق هستند، کسی یگان فکری مخالف ندارد. اگر به ناگهان هم گفت دیگر او تمام است، او را باید همگی پارش کند. اینجا اگر ببینیم حتی در مسئله شنیدن دشمن، ما کجا رود به دشمن یک دوستی خود را زیادی و گوش کردن نمیتوانند. وقتی دوست مخالف آنها صحبت میکند، در حالی که باید گوناگون اندیشی وجود داشته باشد تا اینکه جامعه پیش رود. گوناگون اندیشی در مسئله هایی که قطعی در شرعی است، این مسئله جداگانه است. اتفاق هستیم که در اینجا گوناگون اندیشی نه، اندیشه همون قانون الله هست. اما مسئله های دیگر هم هست که ما اجتهاد میگوییم، یا مسئله های دیگر هم هست که در آنجا پروردگار به ما آزادی داده است که شما خودتان برای خودتان اختیار کنید. انا در اینجا فقط یک نفر میگوید، دیگرها حق گفتن اندیشه خود را ندارند. و در حتی در برنامه ها هم که میبینید وقتی دیگران اندیشه خود را ابراز میکنند، اون طرف یا گوش نمیکند، یا اینکه با چشمان خود او را تمسخر میکند، یا اینکه یک خنده مضحک آمیز یا تمسخر آمیز دارد که با همین تبسم وقتی گوش میکند الکی مخالف میداند که آن نفر هرگز او را در برابر گوش کردن یگان احترامی ندارد و الکی در چهرهش در ظاهرش مسخره دارد. و کجا رسد به شنیدن دشمن؟ چگونه که گفتم حتی دوستان خود اگر مخالف باشند زیادی ها تحمل گوش کردن آن را ندارند. اما اگر به سنت نگاه کنیم، عجیب است زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر وقتی در مکه بودند و هنوز مسلمان ها ضعیف بودند، ولی روز از روز صف مسلمان ها زیاد میشد. روز از روز صف مسلمان ها. بار مشرکین جمع می شوند و میگویند چی کار کنیم؟ باید کاری کرد که محمد این کارش را بس کند. اون را با زدن نمی شود، با اذیت نمی شود. باید به او راه دیگری مصلحت آمیز دیپلماتی به گفت خودمان پیدا کنیم. در این وقت عتبه پسر ربیعه که یکی از خیلی ادیب بود، فصیح بود، زبانی خوش رو هم داشت، این چنین در شعر و شاعری هم خیلی خوب درک میکرد. یعنی خیلی خوب از اهل شعر و شاعری بود و زبان زیبا هم داشت. اما او خیلی از نفرانی با آبرو بود و عتبه ابن ربیعه همون خسور ابو سفیان می باشد. هند جگرخوار که پیشتر بود و بعداً اسلام آورد، دختری همین عتبه می باشد. بعد عتبه ابن ربیعه می گوید با این جنگ و جنجال و کشمکشی نمی شود. بیایید من یک بروم با محمد صحبت کنم. به نزد او می روم، همراه او صحبت می کنم و او یک چند چیز را پیشنهاد می کنم، شاید که او قبول کرد. بعد از این به نزد پیامبر می آید و به پیامبر می گوید محمد تو در بین ما انسان شریف هستی، پدر تو، عائله تو، من شمایان قوم شریف و از ما هستی، تو بیگانه نیستی. اما این چی کار است که تو میکنی؟ دیگر پسر را با پدر قهر میکنی، زن را با شوهر، پسر من هم ابو حذیفه دیگر با من مناسبت ندارد، یعنی دیگر او مسلمان است، مرا کافر میگوید. این گونه عائله ها زیاد هستند. بیا من با تو یک چند پیشنهادم را گویم. پیامبر میگویند بگو ابوالولید چی میگویی؟ بعد از این شروع میکنند اگر مال میخواهی، یعنی این کارهایی که الان کرده ایستاده ای، ایمان به الله آوردن و دشنامی بت‌های ما و عموما درباره اسلام گپ زدن ها، کارهایی که کرده ایستاده ای به خاطر پول و مال باشد، ما تمام ثروتمندان مکه پول جمع میکنیم به دست تو میدهیم و با تو عهد هم میبندیم که ثروتمندترین ما تو میشوی.
پیامبر میگن دوام ده، نمیگن که نه نه ایستا الکی گپ دیگر شد، نمیگن دوام ده. ابوالولید دوام میداد، میگه اگر زن میخواهی با این کارت میخواهی یگان همسری خوب داشته باشی، ما بهترین دختر رو برای تو پیدا میکنیم. پیامبر میگن دوام ده. باز چی میگه؟ دوامش میگن اگر میخوای پادشاه باشی یا سرداری این قبیله باشی، برای سردار شدن یا پادشاه شدن این کارو کرده ایستاده باشی، ما تو را پادشاهی خود قرار میدهیم و تو در مکه همچون یک شاه فرمانده میشوی. لیکن این چیزهایی که گفته ایستاده ای از جنت و دوزخ اینها رو نگو. بعد از این پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم افرغت یا ابوالولید، اکنون تمام کردی ابوالولید؟ گپ‌هایت تمام شد؟ همش همین بود؟ ابوالولید میگوید آره من تمام کردم. و به پیامبر نگاه کنید، این چیزهایی که ابوالولید گفته آمد از زن و از مال و از آبرو و پادشاهی، پیامبر 100% میدانند که بجز باطل چیزی دیگری نیست، تهمتی بر الله هست. پیامبر برای این چیزها دعوت نمی کنند، لیکن پیامبر تمام اینها رو همش رو گوش کردن. حتی در آخر گفتن تمام شد سخنت، اکنون اجازه می دهی من سخن کنم؟ ابوالولید میگوید آره بگو تو چی میگویی؟ بعد از این پیامبر هیچ چیز نمیگویند. پیامبر سوره فصلت رو شروع میکنند، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. آیت رو شروع میکنن از اولش تا آیت 13 تا جایی که فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر آنها بعد از این همه آیت ها روی گردانیدن، به آنها بگو همون صاعقه که یا همون رعد و برقی که به ثمود و به عاد آمده بود به بالای شما هم می آید. همین را وقت پیامبر میگویند دیگر عتبه خود را داشته نمیتواند، با دستان خود دهان پیامبر را محکم میکند که نه نه تمام من قانع شدم چیزی دیگری نگو، و حتی دویده از نزد پیامبر میرود. و این 13 آیت هایی که برای طولانی نشدن من نخواندم، وقتی پیامبر میخوانند عتبه همه این رو گوش میکند آرامانه، بدون هیچ یک ضد العمل یا بدون یگان نمود مخالفت نشان دادن. سپس دویده به نزد اشراف های مکه می آید، به نزد ابو جهل و دیگرها و میگوید الان از من بشنوید که من چی میگویم. هنوز نشنیده آنها میگویند دیگر شکل تو دیگر شد، تو با دیگر چهره رفتی و با دیگر چهره آمدی، شاید تو رو هم محمد سحر و جادو کرد. او میگوید براستی که من نه سحر رو شنیدم نه جادو رو. چیزی که محمد میگوید نه شعر است نه سحر است، بلکه او یک خبری بزرگی رو میگوید. اگر او این گونه دوام دهد بدانید که بزودی از او یک انسانی بزرگ می براید و شما الان او را به حالش مانید، بمانید دعوتش را کند. او از قوم شما است، عزت او عزت شما است، آبروی او آبروی شما هست. او را به حالش مانید. براستی من چیزی از او شنیدم که آن سخن عادی نیست، آن سخن خداوند است. ولی او را همگی اهل مکه از هر طرف هجوم میکنن و میگوین نه تو رو هم سحر کرد، تو رو هم سحر کرد، او ساحر است. که ابوالولید از ترس آنها دیگر میگوید آره مرا سحر کرد، آره مرا سحر کرد. ولی که اینجا این قصه را زیادی علما میارن در یک جا، در مسئله شنیدن و تحمل شنیدن دشمن را داشتن، در حالی که اینجا دو نفری مسلمان نیستن. ابوالولید یا همین عتبه ابن ربیعه خودش کافر رقم 1 است و چیزهایی که هم میگوید کاملا همه آنها خلاف اخلاق پیامبر و دین پیامبر است. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک تا سخنی او را گوش میکنند، در جواب او هم تمامی گفته های پیامبر را گوش میکند. پس اینجا وقتی میخواهی طرفی مخالف تو رو بشنود، حتما باید او رو گوش کنی. وقتی البته چگونه که گفتم با همان شرط شروط که میدانی که اون طرف لیاقت صحبت با تو را یا اینکه نفری هست که در حقیقت میتواند با تو هم صحبت شود. اما اینجا مسئله ای که در ما هست، چگونه ای که گفتم بارها گشته و گشته تکرار می شود، این است که مایان ناخودآگاه نه البته صبر برای شنیدن نداریم، برای گفتن یا حتی متاسفانه برای شنیدن مدح آن طرف. شاید 1 ساعت یک نفر مدح و ستایش کند، هم قربانی شما ما گوش میکنیم، اما وقتی به تنقید نه، حتی به
مخالفت شروع میکند که در این فکر شما این گونه خطاگی هست یا من در این مسئله این گونه، ما دیگر او رو هرگز نمیتوانیم گوش کنیم و مسئله میرسد تا جایی که زیادی گفت و شنیدهایی که هست در چی بین اهل دین باشند، چی بین نظرهای مخالف داشته برادرها، چی در مسئله های سیاسی، چی در مسئله های اجتماعی، وقتی از یک طرف شنونده گوش میکند بجز تحقیر و طعنه و مسخره چیزی دیگری نمیگیرد و گفته ایستادم اگر ما این دیالوگ ها رو نویسیم، چگونه که در دیالوگ های زیاد هست، مثلا او گفت و این طرف گفت، نوشته شود نگاه کنید چه کلمه های در آنجا می آید، چه چیزهایی در آنجا می آید که از آن دیالوگ نه گوینده نه شنونده کسی از آن فایده نمیگیرد، در حالی چطوری که میخواهیم که ما رو بشنوند ما هم تحمل شنیدن رو داشته باشیم تا اینکه درک کنیم که او چی میگوید. برای آنکه زیادی از مسئله هایی که یا مشکلی های حتی عائلوی اجتماعی سیاسی مشکلی هایی که هستند میبینید که مشکلی در این است که ما فقط از یک طرف قضاوت میکنیم، زیادی طرف متهم رو نشونیده همین که جب دیده گفت دیگر به قضاوت شروع میکنیم. بعد از اینکه متهم ابراز نظر کرد الکی دیر شده است، ما کیها قضاوت کردیم الکی گفته او دیگر هیچ قضیه ما رو تغییر نمیدهد. برای همین اینجا میگویند شنیدن، وقتی تو میشنوی اولا چیزی که به دست میآوری این احترام تو است، یعنی طرف مخالف اگرچه دشمنی تو باشد، اگرچه کاملا بین شما همچون شیطان و فرشته فرقیت داشته باشد، وقتی به او گوش دادی و گفتی شما بفرمایید من گوش میکنم، الکی نسبتی تو او احترام پیدا میکند و برعکس این در وقتی گفتنی تو هم او الکی خجالت میشود. البته اگر از جمله آن اهل جهل نباشد او خجالت میشود که سخن تو را قطع کند و در این مسئله کاملا میتوان با هم صحبت کرد. مسئله دیگر این است که وقتی ما خوب گوش میکنیم درک میکنیم که او چی گفته ایستاده است، اما وقتی هنوز اولین سخن او اومد دویم جمله را نشنیده رد با خود پیدا میکنیم، الان من باید این رو بگویم این رو بگویم، یعنی با خود رد دادن رو شروع میکنیم. در دوام او چی گفته ایستاده است تمرکز کردن نمیتوانیم، دقت کردن نمیتوانیم و بعض جواب های ما کاملا غلط و حتی بعض دشنام های هم از دهان ما میبراید که کاملا آبروی یک نفری که او میخواهد اصلاحگر باشد خواه در عائله خواه در جامعه از بین میبرد. چیزی دیگر این است که وقتی که علل خصوص در وقت صحبت کردن اجازت گرفت اون طرف که اجازت بده، من گفتم و ما اجازت دادیم اما او را چند بار مقاطعه کردیم، الکی این خلاف وعده و به ادبی ما رو یا کاملا در مسئله گفته شنید یا در مسئله صحبت کردن اومد یک انسانی بی‌درک و کم تجربه بوده ما رو نشان میدهد و اون طرف هم و بدترین مشکلی در حوارها یا در گفته شنیدها این است که در کدام مسئله نباشد، در کجای نباشد ما زیادی قطع میکنیم. اون طرف هنوز فکر خودش را گفته نشده، این طرف دیگر ابراز فکرش را بیان میکند، او هم دیگر گوش کردن نمیخواهد که او از کی کم میآید، او هم دوام میدهد. همین طور شاید تا 10 دقیقه تا 15 دقیقه از دو طرف آواز برآمدن گیرند، در آخر نه این نه این نه من، کسی از این چیز فایده نمیگیرد. برای همین مسئله هایی که در این گفت و شنید هست و ما دیگر شنیده هم نتوانسته ایستادیم، فقط به گفتن همه استاد شده ایستادن، باید جدی نگاه کنیم. برای اون که خیلی ایستادم زیاده از برنامه های هست، زیاده حتی درس ها هست، حتی صحبت های علمی. بنده بعضا به صحبت های علمی بعضی از علمای عرب داخل می شوم، ایده هستن اختلافی نظر دارن اما با رعایت وقت با هم صحبت میکنن که از اون مناظره انسان یک دنیای معرفت میگیرد. گوش میکنید نظر این رو، گوش میکنید نظر او رو بدون تحقیر، با دعا، با احترام یکدیگر. اما گاه بعض نفرانی که خود رو از اهل علم میدانند، خود تاجیکستان باشد در ازبکستان باشد نمیدونم یا دیگر کشورهای پساشوروی، گوش میکنید که دو نفره که نظر مخالف در مسئله دینی دارند تا اندازه همدیگر رو دشنا میکنند که شاید یگان بدین اینها رو شنود کاملا به هر دو اینها هم نفرت کند و به نفران دیگر هم. پس اینجا کجا میرود
احترام علم می رود وقار یک طالب علم، کجا می رود وقار یک عالم. در مسئله های سیاسی هم عینی چیز، یعنی من به تاجیکستان چیزی گفته نمیتوانم، یعنی اما برادرانی که خارج از تاجیکستان هستند تا اندازه میخواهند بین مردم اصلاح کنند، بین جامعه اصلاح کنند، بعضا میبینید که بیچاره خودش به اصلاح محتاج است، برای اون که هرگز تحمل ندارد که کمی صبر کند، بعد از این قضاوت کند بدون دشنام، بدون تمسخر، بدون تهدید، که تهدید هم شکر الله در بین ما الان خیلی زیاد می شود. و چیزی دیگر این است که در ما یک مقاله خیلی زیبای حسن ابن علی هست. حسن ابن علی باره به پسرشان میگویند بدان که چگونه که زیبا گفتن را یاد گرفتی باید زیبا شنیدن را یاد بگیری، و زیبا شنویدن تو این است که وقتی نفری مخالف صحبت میکند هرگز او را مقاطعه نکنی و تا زمانی که او سخنش را تمام نکرد به او سوال ندهی. اگر نگاه کنیم پس اینجا اوری در مکتب ها هم هست، در دانشگاه ها هم هست که زیادی چگونه سخن را شروع کردن، چگونه در وقت سخن حرکت کردن و سخن را تو در جایش گفتن که باید تاثیر کند میگویند، اما تقریبا چگونه شنویدن ما تقریبا نمیشنویم که چگونه وقتی که یک مخالف صحبت میکند به غضب گرفتار نشده و اینچنین به هیجان و به جنگ و جنجالی گرفتار نشده و همان لحظه یک رد را تیار کرده به او نداده، اول صبر کنیم و او اجازه بدهیم و البته که با رعایت وقت، اگر رعایت وقت نباشد یا اینکه عموما اگر وقت وسیع داشته باشیم به حضور، بعد از این شروع کنیم به رد زدن یا اینکه از خود دفاع کردن یا اینکه اشتباهی او رو گفتن. و چیزی دیگر البته اینجا این است که وقتی که یک نظر مخالف می آید، خیلی که گفتم بعضا با دشنام شروع میکنند، یعنی اولین کسی که با شما یک مسئله رو گفتید که البته اون وجهه نظر شما بود، اون طرف به جای اینکه بگوید که نه فکر من این است، او میگوید نه تو چی است، تو این فکر تو چی است، یا اینکه تو همان احمق هستی، یا مثل پدرت سخنهای پوچ میگوید، چیزهایی که عموما تحقیرآمیز است. در اینجا اولین چیز میگویم فاعرض عن الجاهلین، از اهل جهل تماما روی گردان. دومین چیز این است که اگر دیدیم که از حد میگذرد دیگر ما هم میگوییم نمیشود که به مثل شما با نفران ما هم صحبت باشیم. اما جای دیگری که هست چه خیلی که گفتم، بعضی می شود که اون طرف هنوز تمام نکرده، صدها رد را ما تیار کردیم، از دهانی او دو سه دشنام برآمد تا 100 تا دشنام دیگر را ما تیار کردیم، یا نفری که در نزد ما هست میگه اجازه بده من تمام این دشنام ها رو میتوانم در جایش رد بکنم. اینجا که از این صحبت ها فایده میگیرد، یا به فکر شما یک قضاوت کنیم عزیزان، کی پیشروی میکند؟ اگر گفتیم ما تا توان اصلاح جامعه میکنیم، کمی باشد هم پیش میرویم، در خارج در داخل فرزند ما کی پیشرفته میتواند؟ عائله‌ای که در داخل او مادر حق ندارد نظر خود را بگوید، کی مادر را احترام میکند؟ عائله‌ای که در آنجا کسی به نظر کودک گوش نمیکند، کسی از کودک نمیپرسد که نظری تو چیست، این روز روزی تو هست، این لباس برای توست، این درس برای توست، تو خودت نظرت چی است؟ نه تو کودک هستی، در این باره سخن نکن، کودک چی است تو گفتنش چی است؟ اون کودک رو که احترام میکنه. وقتی تو پدر و مادر کودک خود رو احترام نمیکنی، کودک تو رو کدام همسایه احترام میکند؟ وقتی تو مادر خودت رو در خانه احترام نمیکنی، وقتی او سخن میکند اول شده بس کنید مادر شما رو به این کارو چی داد، مادر روید شما سر جای نماز، مادر شما پیر شده، پس همسری تو، فرزندانی تو مادری تو رو احترام میکند. یا زنی که با دهانی پر به شوهرش اجازه نمیدهد که بعضی فکرهای خودش رو گوید، اون زن از عروسان خود، از نبیره های خود چی انتظار است که شوهر او رو که احترام میکند؟ یعنی به احترامی که پیدا میشود، یا اینکه ترس از ابراز نظر کردن، یا اینکه ترس از شنیدن انتقاد دیگران از جای شروع می شود که ما خود جسارت گفتن رو نداریم و جسارت شنیدن رو. برای همین متاسفانه
زیادی دوست می‌داره مدح و ستایش را، اما انتقاد را نه. هرگز نمیگویم تحقیر مسئله دیگر است. یگان نفر نباید بالای ما تحقیر کند و دشنام کند. ما اعضای عائله او نیستیم، پسر او، مادر او، فرزند او نیستیم که او تحقیر میکند، دشنام میکند ما باید گوش کنیم بگوییم بارک الله. این مسئله دیگر است. مؤمن برایش حرام است که خودش را ذلیل کند و تحقیر و دشنام و دیگران را گوش کند. یعنی شنیدن تحقیر دیگران مسئله دیگر است. یگان نفر هرگز اجازه نباید دهیم که ما را تحقیر کند یا دشنام کند، مگر اینکه بیمار است، احمق است که برمیگردید. اما شنیده ایستادن این هرگز نمی ارزد. اما نه من فکری مخالف دارم. چیزی که شما میگویید به نظر من چنین است، کاری که شما کرده ایستاده اید به نظر من از این جهت اشتباه است. یعنی خطاگی شما رو با یک طرز خوب وقتی بیان میکند، در اینجا باید گوش کنیم. گوش کردن معنایش قبول کردن یا اینکه سخن او رو گرفته انا من همراهی تو گفتن نیست. گوش کردن معنایش این است که تو را گوش میکنم، بعدا من فکر خود رو میگویم. زیادی ما فکر میکنیم که اگر یک نفر رو گوش کرده ایستادیم دیگر او رو تایید کرده ایستادیم، دیگر او رو دستگیری کرده ایستادیم، برای میگیم نه نه نه، این نباید اجازه داده شود، این نباید بگوید. در حالی که گوش کردن چیزی دیگر، طرفگیری کردن چیزی دیگر، همراهی او بودن چیزی دیگر میباشد. و باز عزیزان، دستور ما، دستور مسلمان ها، اولا کتاب قرآن است که به داخلش نگاه کنید از صحبت یا گفتگوهایی که بین الله و بین شیطان شده است، از صحبت و گفتگوهایی که بین موسی و فرعون، بین موسی و هارون، بین موسی و خضر شده است، صحبت‌هایی که پیامبران با دشمنان خود یا پیامبران با پدر و فرزند خود داشتند. وقتی میشنویم، میخونیم چی میگویند، چی جواب میدهند، میبینید که کوتاه صحبت کردن با پدر و مادر، شنیدن آنها، صحبت کردن با کودک میده، صحبت کردن با فرزندی که بالغ است، کلان است، اینها هر یک تاش از یکدیگریش فرق میکند. باید در این مسئله ها نفر مسلمان خیلی با تجربه باشد، برای اون که با یک گفتن، با یک اشتباه کلامی، با یک خطاگی که از دهان ما میبراید، میبینیم که ما چقدر خود را شرمنده میکنیم. و این را هم دانیم که وقتی ما پر و بالمون در گفتنها شکست، تقریبا هرچی بالا پرواز کنیم هم دیگر برآمده نمیتوانیم. این بود برنامه مختصری من همراه شما عزیزان. انشاءالله در برنامه های دیگر باز در مسئله های مهمی دیگر زندگی اجتماعی صحبت میکنیم. تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید، همیشه سربلند و عزیز باشید. سلام علیکم و رحمت الله. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.